به نظر میاد که روی ضربات سر دیاباته حساب باز کردن و حالا یه کاره باید بگیم از میانه میدان و گل اول استقلالی ها رو علی کریمی به ثمر میرسونه. روی کار عالی دیاباته باز هم بازی سازی از کنار زمین برای استقلالی ها. پاس میلاد زکیپور، کار خوبه. اکبرپور چه استوپی میکنه توپ رو در اون وضعیت. حالا یه پاس خوب هم میده. دوباره موقع تیم استقلال یه برگردی توی دروازه. یه سوپر گل از آرش برهانی دقیقه 42 ورزشگاه رو منفجر کرد. تو جلو میاد. باز برای رضاوند، بازیکن استقلال صاحب توپ هستن پشت محوطه جریمه. رضاوند پاس کوتاه، دانشگر فضا برای شوت زنی به گل. چه گلی هم میزنه ریگی. دروازه باز شد. یک برسه فنف تیم فوتبال استقلال میشه بازی. پاسکاری قشنگ بازیکن استقلال، زمین راه دور ریگی و رطوبت 21%، به خصوص برای هموطنان عزیزم در خارج از کشور که از طریق شبکه جام جم میبینن این مسابقه فوتبال رو. عرض میکنم یه فرصت است برای علی کریمی، خودش میزنه به توی دروازه. استقلال 2، سپاهان 0. حالا دیگه لبخند به لب فرهاد مجیدی هم میاد. علی کریمی که به نظر میرسه برای نفوذ مستقیم در نیمه اول هم 1-2 بار در پیش